سلام به همه شنوندگان و بینندگان عزیز. من دکتر سحر ابری هستم، متخصص قلب و عروق و میزبان شما در پالستاک. همونطور که میدونید بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین بیماری غیر واگیر و شایع‌ترین علت مرگ و میر در جهانه. رسالت پالستاک اینه که با آگاهی بخشی، معرفی تازه‌های درمان و گفتگو با همکارانمون به شما کمک کنیم از این بیماری‌ها پیشگیری کنید و زندگی سالم‌تر و با کیفیت‌تری رو داشته باشید. موضوع امروز ما در ارتباط با بیماری‌های قلبی و دستگاه گوارش هست و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر تباییان هستند، فوق تخصص گوارش، استاد دانشگاه و معاون آموزشی نظام پزشکی. استاد خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون، تشکر از دعوت شما. من هم سلام دارم خدمت همه بینندگان. استاد توی کیس‌های واقعی خیلی از مریضا میان اورژانس، شکایتشون درد قفسه سینه است، آنژینه و خب به طبع اولین چیزی که فکر میکنن مشکل قلبیه و براشون مشاوره قلب میخوان. چقدر از اینا گوارشیه؟ چطوری باید افتراق بدن؟ خب یه بیماری خیلی شایع ما در گوارش داریم به اسم ریفلاکس. ریفلاکس یعنی این که برگشت اسید از معده به مری. جایی که تولید اسید میشه در معده است. وقتی این اسید داخل مری میاد، یعنی برگشت میکنه داخل مری، یه سری عوارض و یه سری علائم پیدا میشه که این علائم شامل درد قفسه سینه، احساس سوزش و گاهی اوقات در واقع حتی این درد انتشار داره به دستها، به در واقع حتی انتشار داره به کتف و دقیقاً شبیه درد قلبی و آنژین قلبی هست و خب اینها در اثر ریفلاکس ایجاد میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید حواسمون باشه که در ابتدا این بیماران رو نگیم که شما به علت ریفلاکسه که دچار این درد تیپیک شدید و این دردی که شبیه درد قلبی است. خب 40% این مواردی که به اورژانس ها مراجعه میکنن کسایی هستن که واقعا مشکل قلبی ندارن و شاید به علت همین ریفلاکسه که دچار دردهای قلبی، دردهای در واقع شبیه درد قلبی شدن. بنابراین اگر ریسک فاکتور داشته باشن، سنشون در واقع در محدوده‌ای باشه که فکر کنیم ممکنه مشکلات قلبی داشته باشن یا علائم همراه داشته باشن، توصیه اکیدمون به این عزیزان اینه که حتما بررسی‌های قلبی انجام بشه و اگر در واقع اون بررسی‌های قلبی تایید کرد که مشکل قلبی ندارن، خب میگیم خب بله این ممکنه به علت ریفلاکس باشه و این علامتی که دارید به علت همون برگشت اسید برای فرد ایجاد شده. درست. حالا درد قلبی یا آنژین قلبی بگم که با فعالیت بدنی شدیدتر میشه، به گردن و همون فک همونجور که فرمودین تیر میکشه و خب یه چیزی که هستش اینه که به زیر زبانی هم پاسخ میده. اما الان میبینیم که حالا من یه سری مقالات رو خوندم که دردهای گوارشی هم به TNG یا همون زیر زبانی پاسخ میدن و من توی اورژانس واقعا داشتم مریضایی که فکر میکردیم واقعا قلبیه، TNG گذاشتیم، زیر زبانی گذاشتیم، دردش بهتر شد و خب آنژیو شد و آنژیوشون هم نرمال بود. بله دقیقاً همونطور که شما میفرمایید خیلی از اینا به TNG هم جواب میدن، ولی یه نکته ای رو بازم فراموش نکنیم. یعنی اگر یک مریض که بیاد با درد در واقع قلبی و دردی که شبیه درد قلبی باشه و ما بررسی قلبی براش انجام بدیم و بعد برسیم به ریفلاکس، خب چیزی رو از دست ندادیم و کار درست انجام دادیم. ولی بالعکسش خب خیلی بده. یعنی مریضی بیاد با در واقع علائمی که ما فکر کنیم ریفلاکسه و خیلی ساده بهش بگیم شما برگشت اسید داری و این دردی که الان دارید به خاطر ریفلاکستونه و بعد ببینیم که ما یک در واقع درد قلبی رو نتونستیم تشخیص بدیم. بنابراین حتما باید فکر درد قلبی در این افراد باشیم. بله مرسی. استاد یه چیزی که الان خیلی سر صدا کرده این میکروبیوم های روده هستن و حالا ارتباطش با بیماری قلبی، یه توضیح به بیننده هامون بدین اصلا چیه میکروبیوم های روده، چه نقشی توی سلامتی ما داره؟ خب میکروبیوم ها در واقع شامل باکتریا و میکروارگانیسم هایی هستن که در داخل روده وجود دارن که حالا قبلا ما فکر میکردیم که این در واقع میکروبیوم ها فقط در بحث هضم غذا نقش دارن، ولی الان میبینیم که در بحث ایمنی و سلامتی بدن نقش بسزایی دارن و در مطالعات جدید میبینیم که در ارتباطی که با بیماری های قلبی دارن و سایر بیماری ها این میکروبیوم ها ثابت شده. بنابراین مطالعات خیلی زیادی روی این میکروبیوم ها شده، همچنین ارتباطش با بیماری های قلبی.
استاد میشه یه مقدار بیشتر راجع به TMAO ها توضیح بدین، ریسکش با آترواسکلروز؟ بله، ببینید تریمتیل آمین اکسیدها در واقع موادی هستن که وقتی فرد غذایی میخوره که مثلا مثل گوشت قرمز، این در واقع توسط همین میکروبیات ها ممکنه در واقع تجزیه صورت میگیره و در کبد ممکنه تبدیل به TMAO بشه و اینها باعث در واقع افزایش ریسک آترواسکلروز و مشکلات قلبی بشن و میبینیم که وقتی اینها افزایش پیدا کردن، فرد شانس این که دچار سکته قلبی بشه و یا دچار عوارض قلبی بشه توشون بیشتره. بنابراین میگیم که دقیقاً همون ارتباطی که بین غذاهای مختلف هست که فرد میخوره و ریسک در واقع قلبی عروقیش بیشتر میشه. دقیقاً. حالا جالب، ما همیشه میگفتیم مریض باید کلسترولش رو بیاره پایین که ریسک قلبیش کم بشه. الان میبینیم که چقدر عواملی که حتی توی روده هستن تاثیر دارن به سلامت قلب و عروق. قطعاً اونم هست، یعنی ما به هر حال بحث این که کاهش LDL رو باید داشته باشیم، ولی الان میبینیم که موارد دیگه و عوامل دیگه هم در کنار اون بحث LDL هم مطرح. یه بحثی هم که هست الان نقش التهاب مزمنه. این التهاب مزمن میگن در طولانی مدت خیلی میتونه توی آترواسکلروز تاثیر داشته باشه. یا حالا اون قسمتی که مربوط به گوارشه بهش میگن دیسبیوزیس، راجع به این هم میتونید بهمون توضیح بدید؟ بله، ببینید موقعی که اولا که اگر بیایم و بررسی کنیم میبینیم که میکروبیوت ها در هر فردی مشخصاً مخصوصا همون فرده و شاید بعدها در واقع بیایم و ببینیم که اینها در واقع برای افراد شخصی سازی کنیم و ببینیم که این میکروبیوم ها برای هر فردی به چه صورت هست و این خودش یک وسیله و یه راه تشخیصی برای ما بشه. وقتی این تعادل میکروبیوم ها در بدن به هم میخوره بهش میگن دیسبیوزیس و اینها ممکنه باعث در واقع التهاب در بدن بشن، به این صورت که گاهی اوقات وقتی این عدم تعادل میکروبیوم ها اتفاق بیفته، اون نفوذپذیری در جدار روده در واقع اتفاق میفته و بعضی از مواردی مثل لیپوپولیساکاریدها ممکنه در واقع وارد خون بشن و این موارد وقتی وارد خون میشن یک سری مارکرهای التهابی رو در بدن بالا میبرن، مثل CRP، اینترلوکین 6 و وقتی این مارکرهای التهابی افزایش پیدا میکنه میبینیم که فرد دچار در واقع عوارض قلبی عروقی، آترواسکلروز و سایر موارد میشه. بنابراین از اون دیسبیوزیس و یا اون عدم هماهنگی یا تعادل در واقع میکروبیوم ها میبینیم میرسیم در واقع به این که فرد ممکنه دچار عوارض قلبی عروقی بشه. حالا ما یه مطالعه بزرگی هم توی قلب انجام شده به اسم کانتوس که اومدن سطح LDL رو کلسترول رو آوردن پایین، ولی دیدن اگر مریض اون التهاب مزمنش حالا به علت بیماری التهابی مزمن یا هر علت دیگه باقی بمونه، در واقع انگار همه اون ریسک فاکتورها هنوز هست و ریسک آترواسکلروزش هنوز پابرجاست. حالا سوالی که ممکنه برای بیننده و شنونده ما پیش بیاد این هستش که خب چیکار بکنیم که این ترکیب روده یا میکروبیوم های رودهمون رو سالم بکنیم و به قولی اصلاح بکنیم؟ ببینید میکروبیوم های روده، خب اولا که ببینیم که به چه صورت در واقع میتونیم توصیه هایی بکنیم و به چه صورت اینها به اون تعادلشون میرسن. اولا یه نکته بسیار مهم تغذیه است، یعنی یک تغذیه سالم که میتونه شامل در واقع پروبیوتیک ها باشه، میتونه در واقع کمک کنه به این مسئله. پروبیوتیک ها رو ما در لبنیاتمون، در ماست، در دوغ ممکنه داشته باشیم و یک سری پریبیوتیک ها داریم که این پریبیوتیک ها در واقع عملاً اون مواد تغذیه‌ای هستن که میکروبیوم ها دارن. اینها شامل در واقع میتونه در بعضی از مواد غذایی باشه که توصیه‌مون به استفاده از این مواد غذایی هست. حالا ممکنه در به خدمت شما بگم بعضی از میوه‌ها مثل موز باشه یا در بعضی از مواد مثل سیر باشه، اینها در واقع پریبیوتیک هستن که میتونن در واقع کمک کنن. پس یه مسئله‌مون تغذیه است، استفاده از غذاهایی که فیبر زیاد داشته باشن و همچنین میوه‌جات و سبزیجات حتما به در واقع افراد توصیه میشه. استفاده از حبوبات در واقع توصیه میشه و هر چقدر که این مواد تازه و
سبزیجات و میوه‌جات بیشتر استفاده بشه، خب این سلامتی بیشتری برای افراد داره. عدم استفاده از قندهای در واقع مواد قندی و مواد فراوری شده مثلا کنسرو ها، سوسیس کارباس یا غذاهایی که نمکسود هستن، در واقع اینها رو در واقع هرچه کمتر استفاده بشه باعث سلامتی بیشتر میشه. و همچنین ورزش خب خیلی در واقع در کنترل این مسئله مهمه. عدم بیخوابی، استراحت کافی، اینها همه میتونه باعث تنظیم در واقع میکروبیوم های روده بشه و وقتی میکروبیوم های در واقع روده تنظیم باشن، یعنی اون دیسبیوزیس اتفاق نیفته، خب به تبع اون مسئله التهاب هم کمتر اتفاق میفته و از نظر قلبی سلامتی بیشتری افراد داره. شما مصرف مکمل های این پریبیوتیک یا پروبیوتیک رو به افراد توصیه میکنین؟ ببینید اینا مطالعات خیلی زیادی روشون شده. ما هم بیماری‌های مختلفی داریم که حالا از بحث بیماری‌های التهابی روده داریم که IBD ها هستن، از بحث بیماری‌های سندرم روده تحریک پذیر داریم IBS هستن که در اینا مطالعاتی شدن که ممکنه پروبیوتیک ها یا پریبیوتیک ها کمک کننده باشن. در بعضی موارد بله توصیه میشه، ولی اینکه بخوایم بگیم که اینها قطعاً باعث درمان خواهد شد در این بیماری ها اینطور نیست. ولی به صورت مکمل ما در بعضی از این بیماری های مثل IBS و یا بحث IBD ما این در واقع پروبیوتیک ها و پروبیوتیک ها رو که حالا انواع مختلف داره، یعنی به هر حال اینها اون فرمولاسیون هاشون هم با هم متفاوته و هر کدومشون رو در واقع برای یه مورد خاص استفاده میشه. بله در این بیماری ها تجویز میکنیم. راجع به کبد چرب میخواستم ازتون بپرسم. این بیماریمون که کبد چرب دارن، خب خیلی هاشون در واقع MASLD هم کبد چرب یه ریسک فاکتوری هست برای بیماری قلب و عروق. چطور منیجشون میکنید؟ ارجاعشون به متخصص قلب چطوری هستش؟ ببینید کبد چرب خب عملا خیلی الان شیوع زیادی توی جامعه داره. علتش هم در واقع اون بی‌تحرکی و چاقی و همچنین استفاده از غذاهایی که فست فود هستن توی جامعه افزایش پیدا کرده. به خاطر ما می‌بینیم شیوع زیادی داره. ما در بعضی از مطالعاتی که داریم حدود 30% تا 35% شیوع در واقع کبد چرب رو گزارش کردن که حتی ممکنه الان اگه مطالعه جدیدی باشه این حتی افزایش یافته هم باشه. نکته‌ای که در کبد چرب وجود داره اینه که من همیشه به بیمارانم میگم کسایی که کبد چرب دارن خب عملا چربی میاد روی در واقع سلولای کبد میشینه. بعد از مدتی، بعد از سالها این ممکنه دچار التهاب سلولای کبد بشه یا همون استئوهپاتایتیس که یه جور هپاتیت یا التهاب سلولای کبدی هست و حالا به مرور در واقع این میره به سمت فیبروز و در واقع بعد هم نارسایی کبد و سیروس. یعنی در نهایت یک کبد چرب ممکنه در طی زمان تبدیل به نارسایی کبد بشه. و این نکته‌ای که باید بدونیم اینه که آیا فقط کسایی که کبد چرب دارن اینه که در نهایت تبدیل به سیروز میشن طی سالها؟ نه. مهمتر از این که بگیم افراد در طی سالها دچار سیروز میشن اینه که افرادی که کبد چرب دارن بیشتر دچار عوارض قلبی عروقی میشن، یعنی دچار سکته های قلبی میشن و این سکته های قلبی و عوارض قلبی عروقیه که میتونه برای این افراد مشکل ایجاد کنه. بنابراین همیشه به افراد میگیم که شما حالا خیلی دنبال گرید در واقع کبدتون هم نباشید. وقتی میگید که شما یه نفر کبد چرب داره، حالا چه گرید 1 باشه، چه گرید 2 باشه، چه گرید 3 باشه، در نهایت این فرد شانس در واقع عوارض قلبی عروقی توش زیاده و شانس سکته توش زیاده. بنابراین و میدونیم هم که کبد چرب ممکنه با بیماری‌های دیگه‌ای هم که همونطور که خودتون گفتید سندرم متابولیک در ارتباط باشه. یعنی میبینیم کسایی که کبد چرب دارن معمولاً یک قند بالاتری دارن، حالا یا دیابت دارن و یا در مرحله پردیابت هستن، یا تریگلیسیرید بالا ممکنه داشته باشن، یا HDL پایین ممکنه داشته باشن، یعنی چربی خوبشون در واقع ممکنه پایین باشه، فشار خون بالاتری دارن، دور کمر افزایش یافته دارن. میدونیم که چاقی شکمی مهمتر از حتی خود چاقی کلی بدن هست و این افراد کسایی هستن که باید مواظب باشن که توشون در واقع شانس بیماری قلبی عروقی و همچنین سکته های قلبی بیشتر.
استاد خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از صحبت‌های پربار و علمیتون. زحمت کشیدید. ممنون از دعوتتون. انشالله که مفید باشه و بتونیم در واقع این فرهنگ‌سازی رو داشته باشیم و بتونیم در واقع اون وظیفه ما که پیشگیری هست رو در واقع بتونیم انجام بدیم. لطف کردید، متشکرم. توصیه کلی من به شما: رژیم غذایی پرفیبر و متنوع، پرهیز از غذاهای فرآوری شده، مصرف پروبیوتیک و پربیوتیک ها، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی، مدیریت استرس ساده ترین راه هستند که ما بتونیم همزمان از قلبمون و دستگاه گوارشمون محافظت کنیم. و یادتون باشه سلامت قلب و گوارش از انتخاب‌های کوچیک روزمره ما شروع میشه. ممنونم از شما که بیننده ما بودید و شنونده ما. تا اپیزود بعدی پالس تاک سالم و پر انرژی باشید.